میدونستید با مصرف روزانه بعضی از مواد غذایی که توی خونه دارید مثل سیر میتونید از بروز گرفتگی عروق و سکته قلبی جلوگیری کنید؟ معمولا همه ما در طول زندگیمون دچار گرفتگی عروق و مشکلات بعد از اون میشیم. اما شما میتونید در منزل و به راحتی از این بیماری و مشکلات خطرناکی که با وجود این گرفتگی ها براتون پیش میاد جلوگیری کنید. سلام، به کانال یوتیوب هلسی شو خیلی خوش اومدید. قلب عضو مهم بدنه که برای ادامه حیات خودمون بهش نیاز اساسی داریم. یکی از مهمترین اجزای قلب شریان‌های کرونر یا همان رگ‌های خونرسان قلب. وظیفه خونرسانی و رسوندن اکسیژن و مواد غذایی به سلولای قلبی رو بر عهده دارن. در صورتی که این رگ‌ها دچار گرفتگی بشن، میتونن پیامدهای بسیار خطرناکی برای ما به وجود بیارن. پس باید حتما با راه‌های مراقبت و درمان گرفتگی رگ‌ها آشنا باشیم. طبیعتاً راه‌های مختلفی برای درمان گرفتگی رگ‌ها وجود داره که ما می‌خوایم با درمان خونگی و سنتی اون آشنا بشیم. وگرنه راه پزشکی و راه خطرناکترش میشه جراحی قلب و آنژیوپلاستی. اولین معجونی که برای درمان سنتی گرفتگی رگ‌ها پیشنهاد میشه معجون سیر و لیمو ترشه. برای تهیه این معجون ما نیاز داریم به 330 تا حب سیر پوستکنده و همچنین به 5 عدد لیمو ترش. در واقع 330 عدد حبه سیر رو با 5 عدد لیمو ترش در میکسر میکس میکنید و بعد از مخلوط شدن کامل مخلوط رو در 1 لیتر آب بجوشونید. بعد از خنک شدن این مخلوط اون رو داخل شیشه بریزید و توی یخچال نگهداری کنید. شما میتونید هر روز نصف استکان از این محلول رو به مدت 3 هفته مصرف کنید تا نتایج فوق‌العاده اون رو روی باز کردن عروقتون ببینید. بعد از مصرف این معجون احساس شادابی میکنید و انسداد رگ‌های شما هم از بین میره. دومین ماده غذایی برای از بین بردن گرفتگی رگ‌ها زردچوبه است. در گیاه زردچوبه ماده‌ای وجود داره به اسم کرکومین که خاصیت آنتی اکسیدان و ضد التهابی داره. وجود این خاصیت توی زردچوبه از لخته شدن خون توی رگ‌های قلبی به میزان قابل توجهی کم میکنه. همچنین زردچوبه کلسترول موجود در بدن رو هم کاهش میده. زنجبیل سومین ماده غذایی معجزه‌گر توی درمان گرفتگی رگ‌هاست. شما میتونید 1 قاشق چایخوری زنجبیل رو داخل 1 لیوان آب جوش بریزید تا دم بکشه و بعد از 10 دقیقه مصرف بکنید. با تکرار این کار در 1 محدوده زمانی مشخص به خواص زنجبیل برای کاهش کلسترول بدن و جلوگیری از انسداد عروق قلبی پی میبرید. همونطور که خدمتتون عرض کردم، کلسترول زیاد در بدن باعث گرفتگی رگ‌ها میشه. فلفل قرمز برای از بین بردن کلسترول اضافی توی بدن به خوبی عمل میکنه. کپسایسین موجود توی فلفل قرمز از گرفتگی رگ‌ها و حمله قلبی جلوگیری میکنه و میزان ابتلا با اونها رو تا درصد قابل توجهی کاهش میده. اگر هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردی، همین الان وقتشه که دکمه سابسکرایب رو بزنی تا بقیه مطالب رو از دست ندی. برای درمان گرفتگی عروق با طب سنتی تخم شنبلیله هم معرفی میشه. این گیاه ماده‌ای داره به اسم سابتونین که میزان کلسترول بدن رو کم میکنه و از انسداد رگ‌های کرونری جلوگیری میکنه. همچنین در شنبلیله ماده‌ای وجود داره که در پایین آوردن میزان LDL که چربی بد بدن هست موثره. برای مصرف تخم شنبلیله بهتره به مدت 24 ساعت تخم شنبلیله رو در آب خیس کنید و بعد نوش جان کنید. راه بعدی درمان خونگی گرفتگی عروق عسل درمانیه که بسیار کمک کننده هستش. عسل خاصیت‌های فراوانی داره که یکی از مهمترین اونها تقویت قلب و رفع انسداد عروق قلبیه. شما میتونید 30 گرم عسل رو به مدت
3 ماه به طور مداوم مصرف بکنید تا نتیجهش رو ببینید. دارچین هم خواص درمانی مثل عسل داره که برای درمان گرفتگی عروق استفاده میشه. این مواد خونگی که تا الان عرض کردم همگی برای درمان گرفتگی عروق مؤثرن. اما در انتها ببینیم چه گیاهانی برای پیشگیری از بیماری‌های قلبی استفاده میشه. اگر هنوز این کلیپ رو لایک نکردید، لایک رو بزن چون کمک میکنه که افراد بیشتری بتونن این کلیپ رو ببینن. برای پیشگیری از گرفتگی عروق شما میتونید از هندوانه، قهوه، کلم بروکلی و سبزی شاهی هم استفاده کنید. هر کدوم از اینها به دلیل ویتامین هایی که دارن در پایین آوردن فشار خون و جلوگیری از سفت شدن رگ‌های قلب و التهاب عروق کمک کننده هستند. یادتون باشه همیشه پیشگیری بهتر از درمان هست. ممنون که با من همراه بودید. اگر سوالی داشتید کامنت کنید، شخصاً پاسخ میدم. تا یک ویدیوی دیگه، شب و روز بر شما عزیزان جان خوش.